پاک شدی بر خانوادانی هر نفری که این ویدیو را میبیند. دلشودی رحمت‌الله هستم و در شهر کانیبادان قرار دارم و امروز برای من یک صحنه تاریخی است به خاطر که تئاتری که 100 سال دارد. تصور کنید 100 سال و این تئاتر کانیبادان که شما خواندید و ما رو همراهی میکند. اکوی خوشنود دادا. سلام به همه بچه‌های عزیز، خوش میکنم. یک اکسکورس میکنیم. رفته. بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا خب فکر میکنم که سرتون چرخ نمیزنند، ما یک میگذاریم. شما میگم تئاتر کانیبادان است. این نصیب میشود و امسال ما 100 سال جشن میگیریم. من خوب از این طرف تمام نمایشی که در این فعالیت می‌کنم مشغول و این پروژه که در عکسی وطن دوست می‌کنم دیگه تشکیل است. دوستان ما عکس می‌گذاریم. این اینجا مدیر عزیزی ما بگیم خطان توفا فاضلova روانشان شد. بله تئاتر ما و اینجا تمامی جایزه‌های که ما در چندین نوبت می‌گیریم. دیپلم، جای اول، شاه جایزه، سرتیفیکات و هر چیز در کجایی که بودیم همش هست اینجا. کدام دولت زیاده از نمی‌دونم 20 دولتی که ما بودیم از اینجا هست. بهترین چیزا که هست. آخرین جایزه که گرفتین پرستو بود نه؟ همین جایزه. در 2021 این همین است. پرستویی که ما جایزه نوترین. آخرین. بله. پیش از این خورشکنبه بود. خورشکنبه اگر خطا نکنم نگاهی ناست. نگاهی ناب هست. نه از اون خورشکنبه اینجا هست. از اون خورشکنبه پیش از وقت خورشکنبه که ما جای اول گفتیم بعداً شاه جایزه 2019 بعداً 2021 خب کدام طرف میریم با؟ خب هر کجا که خواهیم مثلا ما می‌خواستم اینو ببینیم این گذشته در گذشته عکس نمایش داشتیم با نام باور وطن خیلی آوازه‌دار بود نه که نه؟ با ما وطن چشم هست بعد از آوازم برد این است مورد نمایش بچه‌های ما واسه بچه‌های ما بالون رفتن. بله شانخای بالون و نمایش کارگردانش دیگه این است اینجا در همین نمایش در ویم هست یوتیوبی کانال ده هست. بله در کانیبادان تمام نمایشی که ما داریم پس همش اینجا خوب بزرگانی ما که این حال وفات کردن در قید حیات نیستن این همه آدمی که سهم خود گذاشتن به رشد دادن تئاتر کانیبادان نوازنده ها و هر کسی هستن. این کارهای کودکانی ما که در طول چند وقت درباره قصه خانه خودشون زندگی کردن. خب در اینجا اونایی که هستن باید در چی هستن؟ نفقه هست. خب دیگه همین است. اینجا باشد اینجا یک جایی که ما داریم افسانه ثبت میکنیم. افسانه برای کودکان در اینجا ثبت میکنیم. اینجا صندلی ناخته صندلی. خب انا دیگه بچه اومدن شما بچه این مرحله دیگه کنید. اینجا بچه ما دیگه اومدگی دیدیستیم برای ثبت فیلم کار میکنم. مثلا که اینجا شاید مادر من زن میگم که از نمایش خوبی برای نورسان اصلا من زمین تو برای بچه هستم برای اینجا هر نفری که میگوید امضای خود و آرزوی خود نوشته میرم نزدیکتر اینجا معلوم میشه چیزی آرزوی مثلا دینیس پیلو شاهین که لوچی مثلا اینجا جلوی نشسته بینید. خب هر چیزی که هست بچه ها نوشتن امضا کردن. خب نوشتن
عشق خود رو بیان کردم. مثلا اینجا فیسبوک نوشتم، نسیم نوشتم، در اینجا تئاتر کنی بودم. اینجا همینجا هست که اومده هر کسی که حتما باید امضای خود شما رو باید بازار دلش بنویسه. خب حالی باشد ما هم بنویسیم نه؟ حتما. از این طرف باشد خب اینم اصل دیوانگاز من بردم. کی بچه‌ها در اینجا هست که روز شما در چاینا میتونید بعداً لندن از هندوستان یکی جای رفته از جای دیگه. خب من مثلا خواستم درباره نمایش هست، نمایشی که ما داشتیم پیشتر بود وقتی نمیدونم سالهای 90 که از نمایش بهترین تئاتر بود که انشلاگ میشد. گفتم انشلاگ میشد و بسیار آدم این نمایش دوست داشتن. همین تاریخی های ما خب دیگه اینجا خواستم به نمایش پیشتر نمایش نمایش سکتر اینجا هست نمایش فارم بیبی Gymnas, nam var aksın bunlarına. Yok toşu bu şey, yani kazılan bir şey bittiğinde arkadaşlar bunu çağırıyor. اینجا باید نمونید میگه اینجا میتونه افرادی اینجا نشانه میتونه هر نفر اینجا میتونه بنویسم درد خود نمره تلفن خود که بسیار مثلا بسیار نشد و این نمایشی که هست اولین بار سال 91 اگه خطا نکنم مرگ سلطان رو در تئاتر مونده بودم اولین بار باید شناسه نه؟ خودشون است و معلوم میشه شد در اینجا نقشه خب دیگه نقشه معلوم بازی بکردن این اولین بار این هم جایزه میشه جای اول بعدم نقش مردانه معلوم یونیسی ازش بردم. خب اگر این طرف نگاه کنیم این طرف تمامی کارهایی که ما کردیم در طول 4 سال اینجا نمی‌کنده شده نیست دیگه این همه نمایشی که ما کار کردیم مثلا در اینجا پوستری همون نمایشنامه پوسترهای نمایش‌ها درام نویسی کنسرت‌ها عکس‌هایی که ما گذروندیم عربی معلم جان رسیده گشت آدیو اسپکتاکل چوی خوابنا مثلا اینجا یکی از دوستان ما از شهر یه خاطرم نیست از فنلاندی یا نه اونجا رو کنسرت بله خب دیگه همه سال گذشته بوده این کنسرت ها 2 سال پیش بود نمایش کودکانه بودیم اینجا نمایش‌های رسم اصلا اینا همه کارهایی که ما در طول 4 سال کردیم این نمایشی مارش وخیس است کارگردانش دلیل جان اما این دلیل مالی نه دلیلش کجا بوده این کارو کردم اینجا می‌دونیم اگر خودت نشونتی هم این اولین استودیوی تئاتر کنی بودم که از اینجا بیرون برآمدن مشهور هستن محیدین یورایف، سهراب شیخوف، فاروق وحیدوف، غیرجان خودیرов، فراد جان دخترشون کیازدیات اونا که هستن دیگروش بسیار رفتن دیگروش موندن خیلی اولین استودیو بعد از این 7 بار دیگه استودیو هست در اینجا با بچه کار می‌کنن و اینها در دانشگاه صنعت می‌خونن اینجا باشد اتاقی رئیسوری کاری ما که در اینجا ما مشق میکنیم تمرین میکنیم تمامی کارمون تلویزیون هم هست دیگه اینجا هست همین ما برای خود آماده کردیم و بسیار چیزی که اینجا بود این ما درباره فیلم بودیم بسیار درباره بود اینجا خوب چیزی داشتیم اینجا داشتیم بسیار چیزا دیگه همین است دیگه اینجا تولار داریم اگر خواهش باشد تولار هم میپوشن خب دیگه تولاری تئاتر نه با فکرم بس است تشکر خب سلام باشید من بسیار خوشحالم معرفت سالگی رو اینجا قید میکنیم انشالله ماه نوامبر همه رو دعوت میکنیم به جشن سالگی تئاتر به حد انتظار هستیم من با باور دارم که در یک ساعت خیلی بدم حتما جشن بهترین امیدوارم من خیلی سیر میکنم واقعا هم در این تئاتری 100 ساله بودن برای من افتخار است و خب در آخر چی گفتنیم تئاتر سینما ما داریم چهره‌های موفق و در آیندهش هم باید خودمون سعی و کوشش کنیم و فکر میکنم که عاشق تئاتر و سینما بودنم اینم یک فخر است و این در دست ما است باید تئاتر خدا سینمای خدا همه سمت ها را هر کسی که در سمت میخواهد خودش را بسنجد فکر میکنم محبت دارد درسترش باید جهد کند که نام تاجیکستان پیش برود
امیدوارم شما عاشق سینما و تئاتر هستید. گاهی به تئاتر و سینما هم رفتن لازم. کانال دیفا مدیا است. ابونه شوید و با دوستان نزدتان بفرستید. صفحه های دیگری کانال دیفا مدیا را ببینید. حتما نوارهای جالب در آنجا خواهید دید. خدا نگهبانتان.